پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف عمده نیروهای مخالف تاجیک که اساساً در اروپا عمل میکند و فعالیتش در تاجیکستان فعلا ممنوع است، روز 7 ینور در یک اظهارات با پشتیبانی از تظاهرگران قزاق این تظاهرات را مسالمت‌آمیز و طلب‌های اعتراضگران را طلب‌های عادلانه و قانونی مردم قزاق نامید و گفت مخالف به قزاقستان فرستادن سربازان تاجیک است. پیمان ملی این تصمیم را مخالف به منفعت‌های ملی تاجیکستان نامیده و گفت حضور سربازان تاجیک در عملیات‌های خارج کشور باید طبق معیارهای بین المللی قانونگذاری کشور و منفعت‌های ملی ما صورت بگیرد. این قرار به هیچ کدام از این طلب‌ها جوابگو نیست. علاوه بر این گفته می‌شود در اظهارات حضور سربازان ما در چنین شرایط می‌تواند از طرف ملت دوست و برادر قزاق همچون شرکت تاجیکان در عملیات‌های سرکوبگرایانه علیه مردم این کشور و یک عمل دشمنانه قبول گردد. این می‌تواند برای هزارها مهاجر تاجیک در قزاقستان خطرزا باشد و اینچنین به مناسبت‌های دو کشور در آینده لطمه وارد کند. پیمان ملی به این دلیل از حکومت خواسته است که از تصمیم ارسال نیروهای حربی به قزاقستان دست کشیده و آن کشور برای پیدا کردن راه‌حل‌های سیاسی کمک نماید. روز 7 ینور در دوشنبه در جلسه مشترک هر دو پلات پارلمان تاجیکستان، مجلس ملی و مجلس نمایندگان بنا به اطلاع رسمی تنها یک مسئله بررسی شده برای استفاده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بیرون از حدود کشور برای اجرای عهدهداری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت داده شد. بنا به اطلاع دریافتی تاجیکستان به قزاقستان 202 عسکر و افسر می‌فرستد. وزارت دفاع روسیه خبر داد که روز 7 ینور سربازان تاجیک را توسط هواپیمای حربی روسیه ایل-76 از فرودگاه عینی به قزاقستان انتقال دادند. بلاروس الکی روز 6 ینور در 5 هواپیمای حربی نیروهای دسانتیش را به قزاقستان فرستاد. روسیه گفته است که به این کشور تا 5000 افسر و عسکر می‌فرستد. یادآور می‌شویم از 2 ینور در قزاقستان اعتراض‌های گسترده ادامه دارند. روز 5 ینور در پی این اعتراض‌ها حکومت قزاقستان استعفا داد.